ضمن اینکه ما آمادگیمون از لحاظ مطالب آموزشی و هشدار و اینا که مردم بدونن انجام شده بود و الان تو این وضعیتی که هستیم میخواستم به اطلاعاتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیه‌ام آخر شب مثبت شد. از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. این صف ماسک بالاتر داشت میداد 30 تومن، این پایین صف کشیدن. بعد رفتم پرسیدم میگه نداریم. چه وضع مملکتیه واقعا. سلام علیکم. مرکز بهداشت شهرستان شهر کرد بخش مرکزی هستیم. جناب وزیر بهداشت آقای نمکی گفته بودند که در اینجا ماسک و ژل‌های بهداشتی توزیع خواهد شد به صورت رایگان. الان میریم و میبینیم آیا میشه یا نمیشه. بله اینم این اعلامیه که زده شده. سلام، این 5/12 یه بیمار کرونایی اینجا خیابان نجات اللهی. این فیلمو گرفتم برای شما. اوضاع خیلی وخیمه. اینا هیچی به آدم نمیگن. هواپیما و کشتی و ویروس سخت‌تر از اون نیست. البته ویژگی‌هایی که مسافر بی دعوت و نامیمون برای خودش سفر میکنه، هر جایی میره. خب باید عبور کنیم از این مشکل. ما که نباید از مشکلات بهراسیم، نباید وحشتی در میان مردم ایجاد بشه. همه به دستورالعمل وزارت بهداشت عمل بکنن، همدیگر رو یاری کنیم، همدیگر رو کمک کنیم. مؤکد مراکز بهداشتی درمانی کشور و ستاد بحران استان قم